این رافع رحمانوف است که با کلندش برای کشتی کارتوشکا جویک میکشد. این سال او با امیدی بیشتر به زمین مینگرد و سختتر کلند میزند، زیرا دو فرزندش که درآمدی اساسی خانواده را از روسیه میفرستادند و قبل خودش این سال دپورت شدند. این پیرمرد 76 ساله از ناحیه حصار میگوید تامین روزگار تنها با دهقانی کاری دشوار است و کشاورزی در تاجیکستان درآمدی چندانه ندارد. اگر رسیده بود اونایش اومدیم کورنیس خیلی شیرنده پرسه خیلی کردنشون خونه خوب. سالهای پیش که رسته رفته می آمده. ها سالهای پیش میرسه از چه نچاخمون روز میگشتم. رسیده روز نیست. رحمانوف که تمام عمرش را به دهقانی صرف کرده است میگوید اگر تکنیک و تجهیزات کشاورزی می داشت و نیروی مینرالی دسترس میکرد میتوانست خرج عائله‌اش را تنها برآورد. پسرانش این گفته های پدر را با نیم تبسم گوش میکنند و میگویند در شرایط کنونی از حساب دهقانی زندگی کردند غیر امکان است. داری سایز بود همش میتونستیم نکیوازی بود اینجا تراکتور همش کارخونه خودش همش ساعت پویش تامین میکرد دوریش همه ساعتم دو ساعتم سه ساعتم اولی میرسیم همه چباس بود. همه خرج میکنم اینجا. و 5 باشه زندانم یاتی خرج نکرد. همه پولی دهقانی خرج کردیم. یکی وضع شرایط از منطقه اندک. رحمانوف میگوید به خاطر کم کردن خراجات 3 هکتاری زمینی در اختیار داشتهش را با دست شدگار و کشت میکند. او از تجربه سال گذشته اش یادآور شد که در زمین گندم کشت کرد ولی حاصلش همگی 1.5 تن شد. این در حالی بود که او برای کشت گندم با شمول پول جفتی زمین و نوری‌های مینرالی حدوداً 2000 سومانی مصرف کرد ولی 1500 سومانی به دست آورد و حتی خرجش را پوشانیده نتوانست. رافع رحمانوف میگوید اگر او تراکتور می داشت حاصل بیشتر میگرفت و پول خوب به دست می آورد. نرخ تراکتور در تاجیکستان از $8000 سر می شود. این اگر ما خود تراکتور بیام کش بکشیم اونو بجاش بیاد کارم. مگر این ساسم کش کشیراتون ساسم برنامه‌تون 3 ساعت. نمیشه. یه پول نمیکنیش که. ای خودت باشه دیگه کفا. چه چادونه هاش میخری بکنیش. ای خیلی گویا که مثلا پول برای تراکتور خریدن تو خیلی نمیرسه. کنی قوتی ما روز خیلی میگرم. همه خیلی همه شکم نمیره. دیگه کنی خیلی قوتیش را سر دیگه. این در حالی است که یک پژوهشی برگزار کرده اکادمی علم‌های تاجیکستان ثابت کرده است که دهقان تاجیک به حساب میانه 4 نفر را خورانیده میتواند. به گفته پژوهشگران برای مثال یک فرمر اسرائیلی 97 نفر را با فعالیت خود میتواند خوراند. این پژوهشی عالمان تاجیک در حالی است که بیش از 60% اهالی تاجیکستان در روستا زندگی میکنند و شغل اکثر آنها کشاورزی است. В Таджикистане самая большая цена, наверное, в регионе. نرخ آذوقواری در تاجیکستان در قیاس با کشورهای منطقه و حتی شهرهای کلان دنیا گرانتر است. اما از این دهقان چندان فایده نمی بیند چون که نرخ واسطه های استحصالات قیمت است. من در نظر دارم نوری های مینرالی، پستیسیدها، تخمی و غیره را، چون که در تاجیکستان نمایندگی شرکت های کلان کشاورزی وجود ندارند. در این بازار رقابت جدی نیست و نرخ ها خیلی گران است. Очень высокие цены. حالا طبق آمارهای اخیر در تاجیکستان 62000 خواجگی خردی دهقانی ثبت نام شده است که برای خرید تکنیک و تجهیزات کشاورزی مبلغ کافی ندارند و از زحمت خود فایده ناچیز به دست می آورند.